سلام به تو شنونده عزیز. امروز میخوام یکی از قدرتمندترین تمرین‌های جذب ثروت رو باهات تمرین کنم از کتاب جادوی شکرگزاری. اسم این تمرین مغناطیس پوله. تا حالا شده پولی توی کیف پولت باشه و حتی متوجهش نشی یا از کم بودنش شکایت کنی؟ راندا برن میگه اگه برای پولی که الان داری سپاسگزار نباشی، پول بیشتری هم به دست نمیاری. تمرین امروز اینه: یک اسکناس انتخاب کن، هر مبلغی که دوست داری روش بنویس سپاسگزارم برای تمام پولی که در زندگیم دارم و این پول رو توی کیف یا جایی نگه دار که هر روز ببینیش. هر وقت دیدیش با دلت بگو سپاسگزارم برای این پول و پول بیشتری در راهه. تو با این تمرین ساده ارتعاش وفور میفرستی و کائنات همیشه به ارتعاش ها پاسخ میده، نه به ترسات بلکه به شکرگزاری. پس امروز با همین پولی که داری مغناطیس ثروت شو.